اگه کف سرت به شدت میخوره و شوره میده، حتی بلافاصله بعد از اینکه از همون در اومدی انقدر کف سرت میخوره که به خاطر خاروندن زخم شده، اگه هر جور شامپویی رو امتحان کردی اما شوره و خارش کف سرت فرق خاصی نکرده، این ویدیو خیلی بهت میتونه کمک کنه. سلام عزیزم، به پیج خودت RVMT راز و معمای طبیعت خیلی خوش اومدی. امروز در مورد شوره سر با هم میخوایم اطلاعاتمون رو شیر کنیم، چون یکی از مشکلاتیه که خیلی‌ها درگیرشن. حتما تا آخر ویدیو همراه من باش، چون نکات مهمی رو میخوام بهت بگم. اگه نکته‌ای رو از قلم انداختم یا تجربه‌ای داری، حتما کامنت کن تا هممون از تجربیات و اطلاعات ارزشمندت استفاده کنیم و لایک و شیرم یادت نره. شوره یکی از شایع‌ترین دلایل خارش کف سره که میتونه به خاطر ترشحات چربی پوست باشه. تغییرات هورمونی میتونن تو به وجود اومدن شوره سر و خارش اون نقش مهمی رو داشته باشن، چون این تغییرات هورمونی روی غدد چربی پوست سر تاثیر میذارن و باعث میشن چربی بیشتری کف سر تولید بشه. وقتی این چربی‌ها توسط میکروب‌های طبیعی که روی پوست سر هستن تجزیه میشن، میتونن به مواد تحریک کننده مثل اسید اولیک تبدیل بشن. اگه پوست سر به این مواد حساس باشه، ممکنه تحریک بشه و سلول‌های پوستی شروع کنن به خارش و شوره دادن. معمولا تغییرات هورمونی تو بلوغ و میانسالی اتفاق میفته و اکثر کسایی که این دوره‌ها رو طی می‌کنن مشکل شوره رو تجربه می‌کنن. تقریبا نصف جمعیت دنیا به اسید اولیک حساسن، برای همین احتمال اینکه تو طول زندگیشون سرشون شوره بزنه زیاده. اگه به خاطر به هم خوردن هورمون‌های بدنت کف سرت شوره میزنه، شامپوهای ضد شوره‌ای که موادی مثل اسید ساسیلیک، کتوکنازول، سولفید سلنیوم، قطران زغالسنگ یا روغن درخت چای دارن براتون خوبه. شستن منظم موها میتونه از تجمع چربی روی پوست سر که باعث شوره سلول‌های پوست مرده و مخمر میشه جلوگیری کنه. اما کف سرتون رو با آب گرم نباید بشورین، چون آب گرم هم میتونه باعث خارش و شوره سر بشه. آب گرم رطوبت و چربی‌های طبیعی پوست سر رو از بین میبره و باعث خشکی، تحریک، خارش و افزایش مشکلات شوره میشه. اگه زیاد با آب داغ موهاتون رو میشورین، با این کار به ساختار پوست سر آسیب میزنین و اونو تحریک میکنین. برای همین با آب ولر موهاتون رو بشورید. کسایی که پوست سرشون خشکه معمولا خارش بیشتری رو دارن و ممکنه پوستشون پوسته بوسته بشه و شوره بده. از طرف دیگه پوست چربم میتونه باعث تجمع بیشتر چربی و سلول‌های مرده پوست و شوره بشه. قارچ‌های مختلفی هم هستن که میتونن باعث عفونت قارچی کف سر بشن. این نوع عفونت‌ها معمولا با داروهای ضد قارچی خوراکی یا موضعی درمان میشن. برای درمان خارش کف سر که به خاطر عفونت و قارچه، معمولا از شامپوهای ضد قارچ که کتوکنازول یا پیریتانوروی دارن و به کنترل عفونت‌های قارچی کمک میکنن استفاده میشه. شامپوی کتوکنازول خاصیت ضد قارچی داره و برای کنترل شوره سر استفاده میشه. از این دارو معمولا برای از بین بردن پوسته شدن و شوره و خارش کف سر استفاده میکنن. از شامپوی کتوکنازول 2% برای درمان بیماری‌های پوستی پس از یاریس هم استفاده میشه. اما این شامپو مثل هر محصول و داروی دیگه‌ای ممکنه روی بعضی از افراد حساسیت نشون بده، مثل خارش شدید، تورم صورت، زبان یا گلو، مشکل تو تنفس، کهیر و سرگیجه. احتمال این علائم خیلی کمه، اما اگه این مشکل براتون پیش اومد، دیگه از این شامپوی ضد قارچ استفاده نکن. عوارض این شامپو روی خانم‌های باردار بررسی نشده، برای همین بهتره تو دوره بارداری استفاده نکنیم و زیر نظر پزشک متخصص بریم جلو. لوسیون موضعی کلوتوریزون هم جز داروهایی که برای درمان عفونت‌های قارچی پوستی که همراه با التهاب و قرمزی و خارشه استفاده میشه. از این لوسیون برای درمان عفونت‌های قارچی ملایم که همراه با خارشه و درمان پس و یاریس و شوره سر هم استفاده میشه. اما این دارو رو نباید بدون مشورت با دکتر متخصص استفاده کرد، به خصوص خانم‌های باردار، چون باعث میشه تو جنین ضایعات استخوانی ایجاد بشه و تو زمان شیردهی هم نباید مدت زیادی از این لوسیون استفاده کرد. برای درمان عفونت‌های قارچی کف سر درمان‌های مختلفی وجود داره که حتما زیر نظر پزشک متخصصتون باید درمان بشید. درماتیت صبوره‌ای هم جز مشکلات پوستیه که باعث شوره میشه. این بیماری پوستی میتونه قسمت‌های مختلفی از بدن مثل کف سر، صورت، گوشا و بقیه قسمت‌های پرچرب پوست رو تحت تاثیر قرار بده.
علت دقیق این بیماری مشخص نیست، اما فاکتورهای ژنتیکی، محیطی، هورمونی و سیستم ایمنی میتونن تو بروز اون نقش داشته باشن. این مشکل پوستی معمولا با شامپوهایی که مواد ضد قارچ و ضد التهاب دارن مثل کتوکنازول یا بقیه داروهای ضد قارچی درمان میشن. مدیریت استرس و تغییرات فصلی هم میتونه تو کاهش علائم کمک کنه، چون استرس و اضطراب هم میتونن روی سلامت پوست تاثیر بذارن و باعث خارش پوست بشن. بیماری پوستی مثل پسوزیریس یا اگزما هم میتونن باعث خارش کف سر بشن. شامپوهای ضد قارچ و ضد شوره که کتوکنازول، سیکلوپیروکس، سلنیوم یا پریتیون زینک دارن میتونن تو درمان شوره و خارش این قارچ کمکتون کنن. کرم ها و لوسیون های موضعی که کورتیکو استروئیدها یا هیدروکورتیزون دارن هم تو کاهش التهاب و خارش پوست کمکتون میکنن. شامپوهایی که کلتار دارن برای درمان خارش پوستایی که پسوزیاریس دارن خوبه. شامپوهایی که سالسیلیک اسید دارن هم به از بین بردن سلول های مرده پوست و کاهش خارش کمک میکنه. کرم هایی که کورتیکو استروئیدها رو دارن هم برای کاهش التهاب و خارش پوستتون خوبن و کمکتون میکنن. کمبود بعضی از ویتامین ها هم میتونن باعث شوره و خارش کف سر بشن. ویتامین های گروه B برای رشد و ترمیم سلول های پوستمون ضروریان و کمبودشون باعث خشکی و شوره پوست میشه. کمبود ویتامین آ هم میتونه باعث خشکی و پوسته شدن پوست سر بشه. ویتامین ای هم نقش مهمی تو حفظ رطوبت پوست داره و آنتی اکسیدان قویه که میتونه به کاهش التهاب پوست سر کمک کنه. ویتامین دی رشد سلول‌های پوستی رو تنظیم میکنه و کمبودش میتونه باعث بشه کف سرتون شوره بزنه. زینک یا روی هم برای حفظ سلامت پوست، مو و ناخن ضروریه. کمبود زینک میتونه باعث ریزش مو، شوره و خارش پوست سر بشه. کمبود آهن هم باعث کمخونی و در نتیجه ریزش مو و مشکلات پوست میشه. اما حتما باید توجه کنین که بهتر ویتامین ها رو از طریق سبزیجات، میوه ها و مواد غذایی برای بدنتون تامین کنین. و اگه بخواید به صورت مکمل این ویتامین ها رو از داروخونه تهیه کنید، باید توجه کنین که بعضی از این ویتامین ها چون حلال تو چربیان و به راحتی از بدن دفع نمیشن، اگه تو مصرفشون زیاده روی کنین، میتونن براتون عوارض داشته باشن. ممکنه خارش کف سرتون به خاطر واکنش‌های آلرژیک یا حساسیت‌های پوستی باشه. اگه محصولات پوستی مثل شامپو یا مواد غذایی خاصی که باعث این حساسیت میشن رو پیدا کنین و استفاده نکنین، این خارش کف سرتون از بین میره. بعضی از مواد مثل آمونیوم، سدیم لورد سولفات و سدیم لوری سولفات که باعث کف کردن شامپو میشن، میتونن باعث واکنش‌های آلرژیک و خشکی پوست سر بشن. پارابن‌هایی که به عنوان نگهدارنده تو محصولات مراقبت از مو استفاده میشن میتونن روی هورمون‌ها تاثیر بذارن و مشکلات پوستی رو به وجود بیارن. پلی اتیلن گلیکول به عنوان ماده غلیظ کننده تو شامپو استفاده میشه و ممکنه برای بعضی از پوست‌ها مضر باشه. فتالات‌های توی شامپوها هم میتونن غدد درونریز رو مختل کنن. فرمالودهیدها میتونن سرطانزا باشن. تریکلوسان به عنوان یک ماده ضد باکتریایی میتونه روی هورمون‌ها تاثیر بذاره. دایمتیکون هم یه نوع سیلیکونه که میتونه باعث تجمع باقی مونده‌ها و رسوب روی پوست سر بشه و پوست سر رو تحریک کنه. رتینل پالمیتات ها هم که تو شامپو هستن میتونن باعث خارش، قرمزی و پوسته شدن پوست سر بشن، یا الکل ها که باعث خشک شدن مو و پوست سر میشن. پس مهمه که چه نوع شامپو با چه ترکیباتی برای چه نوع پوستی استفاده میکنیم و چقدر با پوست کف سرتون سازگاره. تولوئم و رزورسینول هایی هم که توی رنگ مو استفاده میشن میتونن روی سیستم ایمنی تاثیر بذارن و پوست سر رو تحریک کنن. محصولات مراقبت از مو میتونن ترکیبات مختلفی داشته باشن و افراد نسبت به این ترکیبات واکنش‌های مختلفی میتونن نشون بدن. سعی کنید از محصولاتی که سولفات‌ها و پارابن‌ها رو ندارن استفاده کنید تا پوستتون کمتر تحریک بشه و به جاش از شامپوهایی که ملایم‌ترن و مواد طبیعی دارن استفاده کنید. عوامل محیطی مثل آلودگی هوا، دمای سرد یا گرم، رطوبت بالا یا پایین هم میتونن به خارش پوست سر کمک کنن. ذرات آلاینده مثل دود، سوخت‌های فسیلی و گازهای گلخانه‌ای میتونن باعث خارش، شوره، تحریک شدن پوست سر و مشکلاتی مثل ریزش مو بشن. آلودگی هوا باعث میشه موها خشک بشه و به تاز شدن سر آقایون سرعت بیشتری میده. گذاشتن کلاه یا روسری و محصولات مراقبتی تو مناطقی که آلودگی خیلی زیاده میتونه تا یه حدودایی از آسیب رسیدن بیشتر به ریشه موهاتون جلوگیری کنه. اما عوامل بیرونی مثل شپش سر هم میتونه باعث خارش شدید سر بشه که با پیدا کردن شپش‌های زنده و تخمای اون لای موها تشخیص داده میشه. اما درمان‌های گیاهی هم هستن که به خاطر خاصیت ضد قارچی و ضد التهابی که دارن
برای خارش پوست سر استفاده میشن. مثل روغن درخت چای که به خاطر خاصیت ضد قارچی و ضد التهابی که داره میتونه به عنوان یک درمان موضعی برای خارش پوست سر استفاده بشه. آلوورا هم میتونه برای تسکین التهاب و خارش پوست سر مفید باشه. این گیاه خاصیت خنک کنندگی داره و میتونه به آرامش پوست کمک کنه. سرکه سیب به خاطر خواص ضد باکتریایی که داره خارش کف سر رو میتونه کاهش بده و معمولا به صورت رقیق استفاده میشه تا از تحریک بیشتر پوست جلوگیری بشه. روغن نارگیل هم خواص مرطوب کنندگی و ضد میکروبی داره و میتونه تو تسکین خارش پوست سر و درمان قارچ‌ها و باکتری‌ها کمک کنه. روغن زیتون به خاطر خاصیت مرطوب کنندگی طبیعی که داره میتونه پوست خشک و خارش اون رو تسکین بده و پوسته های شوره رو نرم کنه. اما نکته‌ای که در مورد روغن ها باید در نظر بگیری اینه که قبل از استفاده یکم رو دستتون امتحان کنید تا مطمئن بشید حساسیت ندارید. اما توصیه‌های عمومی که برای خارش و شوره سر باید رعایت کنید اینه که سعی کنید زیاد آب بخورین، چون هیدراتاسیون خوب به بدن کمک میکنه تا پوست سالمتر و جوانتری داشته باشین. سعی کنید تو رژیم غذاییتون تا جایی که براتون مقدوره امگا 3 و ویتامین ها رو مصرف کنید. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا همراه هم بودید. امیدوارم این مطالب براتون مفید بوده باشه و یه نکته به اطلاعاتتون اضافه کرده باشه. لایک و شیر یادتون نره.